سلام علیکم، روز همگی بخیر باشه. ما عین حال در راهی طایف هستیم. طایف یکی شهروی مملکت عربی سعودی است و مردم خودش این شهر عروسی این مملکت نام میکنند. عادتا مسافه بین طایف و مکه 91 کیلومتر بیشتر است. 91 تا و 100 چند. عادتا زائران یا این کسایی که انا سیاحت می آیند، شهر طایف یکی شهرهایش می شود که طبیعت و باد و هوای خوب دارد. این شهر طایف برای مسلمانان اهمیت خاص دارد، چون که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در همین شهر، در طایف، یعنی در قبیله سعد که حضرت حلیمه سعدیه به همینجا آورده بودکشانه و در همینجا به نشأت یافتند تا به سن 5 سالگیشان. و همین شهر طایف بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از به پیامبری رسیدنشان با پای روان از مکه تا به طایف آمد تا مردم دعوتی به سوی دین اسلام کند. ولی در جای این همه اهالی این طایف پیامبر اکرم سنگسار میکنن و ایمانی به دعوت اون نمیارند. و در همین طایف است که یکی از باغ ها است به نام باغ عداس یا اینکه مسجد عداس. این شخص غلام عتبه ابن ربیعه هست. وقتا میبیند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از بدنی مبارکشان خون جاری شده ایستاده است و در یک گوشه از باغ این عداس کار میکردگی نشسته است، حضرت عداس و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انگور طایف همچون مهمانی و ضیافت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میارد. و قصه کوتاه همین که در آنجا عداس به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان میارد و همراه پیامبر نماز پیشین را ادا میکنند و سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سفرشان به سوی مکه ادامه میدهند. باید گفت که شهر طایف یکی از میقات ها یا اینکه همون حدود هایی هست که شخص محرم یا شخص حاجی از آنجا میتواند که احرام ببنده و قصد عمره بکنه، چی از تن خود باشد چی از تن دیگر کس. این میقات یا اینکه این حدود به نام قرن المنازل هست. وادی محرم قرن المنازل میگویند. اکثر حاجیان از همین حدود یا از همین میقات آمده احرام بسته دوم باره عمره میکنند.